سلام و درود خدمت شما نازنینان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی. وقت عید است و هموطنای ما پشت سودای عید روان هستند. دوستان نهایت گرامی، در یکی از بیربارترین مناطق شهر کابل هستیم. از شب گذشته طرف سینمای پامیر چاشت است، آفتاب سوزان و مردم در پی خرید. اینیا دوستان بسیار مزه می‌ده. بگیرین که چایتان بخورین. واقعا بسیار مزه دار است. ما زیاد که ما بریم. من دوستان از کشمش قنداری 130 افغانی. این دیگه چیزا رو خودتون ببینین. ما قدر زیاد حرف نمیزنم، جایی که ضرور بود حرف بزنم به خاطر که بیربار زیاد است، گرمی زیاد است دوستان عزیز. بیربارم به هر صورت دفت بوی است. میخوام حال و حوصله راه رفتن و گپ زدن با آدم نمیمونه. میوه خوش دوستان از هر چیز بخواین پیدا میشه، هر چیز. باش حالا نمیدی که ما بریم دیگه. به سوالات ها چندان جور نیست دوستان. یعنی واقعا خوب است که در این وقت رمضان نیست زی گرمی، وگرنه خداوندی نفس آدم میبرامد. یک قدر گرمی زیاد است و آلودگی زیاد است، آلودگی صوتی، هوا، همه چیز دوستان است. بین شهر موتورها زیاد تردد دارن دوستان عزیز. خب هرچی نباشه هوا هم گرما تولید میکنن. طرف شما اگر برین آخرای جاده میوند یا طرفای دیگه که موتور نیست، هوا سرد است، شمال است، خوشتان میام گشتن. اما در این بخش شهر کابل گفتم که دلتان از راه رفتن و آمدن سیاه میشه و حرف. خب دوستان عزیز، همونطور که به راه خود ادامه میتیم. میگه شما ببینید که چی است و چی نیست. کلچه 90 افغانی است. اینی هم سمیان است، اینی هم خرما است و دیگر رقم سمیان و اونی کراچی پسته و همه رقم میوه خشک داره دیگه. همه چیز از دوستان. اینجا من کیک است. از ما کرده دوستا شاید صدای از یار شما زیادتر بشنوین. دوستان دیگه راه پیدا نمیشه که راه را کجوچ کنیم، فقط سمیان رو ببینید. یگانه چیزی زیاد از دوستان عزیز سمیان است. هر طرف این بالای کراچی ها پر است. این طرف دیمنده ای، این طرف چنداول. این نفس آدم دوستان عزیز نیبراید.
این که بریم از بین بازار که بازار رو ببینید دوستان. چیزی نخواست سرک بریم که ویدیو بر شما هم جالب نبیه. ببین که اینجا بریم که بازار رو ببینید شما. این بود کالا چبلی، این کلای پیکدار است و آفتاب دیگه. این کلای پیکدار. خب دوستان عزیزم تو راه رو ادامه میتیم پیش میریم میبینیم که کجا میرسیم. بازار خوب متنوع است دوستا. این طرف هم دوستان عزیز چنداول کابل است. اینجا منبر در دارین که یک حال از دوستان بویای رنگارنگ جالب است. دیگه برای خنده میگیره. نیم جالب است واقعتش. سر صدا بویای قسم قسم از هر طرف هر بوی میایه. ولی بسیار جالب است. رابندی خوبی خیلی چیز کن نگویم این کمان نمیمونیم. برو بیادر بر تو جای میشی برو. شما برو خیلی تو نمیری. اینی حال از دوستان عزیز. من کوی تلویزیون هم از اینجا معلوم میشه. این شیشه هم شکسته. من شیشه موتر است. از چی است؟ مخصوص شکسته. یک دانه جی کلاس هم همیشه استاد از دوستا. جی 320 ماشینش توی طرف آمده. اگر نیدی موترال کابل بسیار کم پیداست. البته دوستان از مدلای سابقه ایش هست. سابقه و سابقه پایین 2000 شاید حتی. از موترهای نو جدیدش و قیمتیش نیست. چبلق هم جوره 20 روپیه دوستان عزیز. از هم که دیگه ارزان میخواهی نه دیگه دیگه ارزان فکر نکنم شود. خب دوستان عزیز دیگه ما رسیدیم کم کم سینمای پامیر. امیدوار هستم که از ویدیو خوشتون آمده باشد. ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین. در کانال همچنان سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعدی همتون به الله متعال می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین. الله حافظ و مددگار همتون. What